خیلی دقیق باشین دست لب زدن. اگر محکم بزنید تو چرت صدا میته، هم مریض اوگار میشه و هم امکان داره که بکفه. این اول جست میکنیم با انگشت خود، خوب حس میکنیمش به اصطلاح درست. میبینیم که رگ وجود داره. در اینجا باز الکلفت داریم نوترسیدو. در یک روش غلط داریم، یک روش درست داریم. ببینید بعضی کسا هست که قسم پاک میکنه، این اشتباهه. یک بار پاک میکنی انتوان پاک شده، اون میکروبا پاک شد، با این آغشته است نه، باز اینو میگیره اینجا میشقی، باز به این طرفش میشقی، باز به این طرف، هم یک حالت میکروبی رو به چند طرف تو میشقی. درست؟ این اشتباهه. این از حالت چه قسم استفاده میشه؟ از مرکز بیرون به اطراف، یا از به حالت دایروی استفاده میکنیم. از قسمتی که سوزن را میزنیم فرض میکنیم به این قسمت ما شما سوزن را میزنیم. درست؟ این رو به شکل دایروی پاک میکنیم. این قسم از مرکز میمونی به بیرون به اطراف. این قسم می شکل درست استانداردش همه قسم است، از مرکز به بیرون. درست است؟ پاک شد. کانول ما آماده است. سرپوشش هم نزدیک خود میمونیم. پلاستر. این هم چی میگن؟ لوکو پلاستر. لوکو پلاستر. یه به اندازه 10 سانتی اول برش میکنیم. چسب بیش نبوده. این خوبتر است. این ما کمتر است. دوام به اندازه 10 سانتی یکی بریدیم. درست است؟ و این برش دوم خود کم درازتر میکنیم. درست؟ به این اندازه. برش دوم به این اندازه کردیم. یک خط یا یک قیچی هم در این قسمت 10 سانتیش میکنیم. درست؟ این قسمت. کلام نه. این قدر. زیاد لوکو پلاستر ها بدل شده؟ نه بدل نیست. ببینید درست است. خوب به شکل دراز برش کردیم. یک برشک اینجا ایجاد کردیم. درست؟ این شد برش دوم ما. این برای ما آماده است. بس خیلی زیاد است. از زاویه 40 الی 35 درجه ایره کانول را میگیرین با حالت صفر قرار میتین دو تصویر. خب بسم الله. اینجا کانول تا آخر داخل نکنید، کمش داخل کنید کمش بیرون بانید. درست است؟ چرا اینجا یک چک میکنید دو تصویر با همین کانول کمه کم بیرون کش میکنید. ببینید داخل سوزن خون آمد. کانول ما درست است. اینجا پس سوزن داخل نکو، سوزن همین تو بیرون بان، فقط خود کانول آهسته داخل. تمام. درست است؟ اینجا باز قبل از اینکه سوزن بکشی تورنیکت باز کو. متوجه باش دکتر صاحب. پیش از اینکه سوزن بکشی تورنیکت باز کو. خدای نکرده اگه تو تورنیکت اینجا بسته باشه و سوزن تو بکشی خون فوران میزنه. چون اینجا حالت فشار است. درست است؟ نه خون بالا میره نه پایین میره، قید است. همین با وجودی که می سوزن بکشی خونریزی خیلی شدید میکنه. به اون خاطر اول تورنیکت باز میکنی. باشه دیگه خونریزی از شدید مون. درست است دیگه دلجم. اینجا چی میکنیم؟ همین اندازه 10 سانتی که برش کرده بودیم ایرا میاریم این قسمت میزنیم بالای کانال واسه. درست است؟ یک انگشت خود را این قسمت میمونیم چون سوزن بیرون میکنه خون به حالت شدید نمیه اما میایه. درست است؟ به خاطر که خود اینجا میمونیم سوزن میکشیم خون آمد. درست است؟ کانال ما داخل ورید است. درست است؟ در تطبیقات خود میتونیم راحت انجام بدیم. درست؟ استاپر هم میگیریم. خیر استاپر ما بسته شد. خیر کانال ما تا حد درست است، فقط ما اینی پلاسترش بالا بگید است. سادگاهش خیلی کندن لوکو پلاستر سخته. اینجا ببینید دکتر صاحب نفسات چی میکنه. خب مرد چند از تاریخ امروز؟ امروز 14 سالی. یک تاریخ اینجا میزنن، حتما باید کانال تاریخ بزنید دکتر صاحب. مثلا میزنید 1400 چی با توش باشه چی با قلم باشه. 1403 ماه چندم است؟ ماه هفته. تاریخ چند؟ اگر 5 روز 6 روز بگذره 4 روز بگذره هر تو باشی نباشید که ناس دیگه که به تاریخش توجه میکنه میبینه که کانال خیلی دیر وقت میشه بعد از این مریض هست چی میکنه تبدیلش میکنه. درست است؟ یک کیفی دیگه برش میزنه. تاریخ مهم است دکتر صاحب.
مشخص می‌داده که چی در وضع است. دواخانه ها در کلینیک های بیرون شهر به خاطر از این نمیدن چون مریض سر پاست یک قلم دو قلم دوای از درش تطبیق میشه دوباره میکشه درست است ولی که برای در شبخانه بستر میباشه میفهمید آجل. چندین روز بستر است یک طوری باید تا حتما بزنید درست است خلاص این شد کانول کی اینو